اومدم ترمینال. ساعت 11:57 است. صبح مجبور شدیم بلیتمون رو کنسل کنیم. این کارهای اداری و کلانتری و اینا بود. آره دیگه الان واسه 12 گرفتیم. منتظرم علی بیاد سوارشیم بریم. علی یکم دیر رسید، 10 دقیقه. پریشون نیست این قارچی در از صفاست. خلاصه که علی یکم دیر رسید، یه 10 دقیقه اتوبوس در اومده بود از ترمینال. هی میگفتم آقا صبر کن یکی داره میاد. همش نه ما اینجا نمیتونیم، باید فلان جا بیاد، این کارو کنه اون کار. بابا 2 دقیقه صبر کن. خودتون اگه خودتون کار داشته باشید 1 ساعت هم نگه می‌دارید ما رو. 2 دقیقه منتظر نبود. من میشنیدم صدای بوق ماشین علی اینا رو، ولی این اصلا وای نمیستاد. خلاص خدا رو شکر اومد رسید. برسیم ببینیم چی میشه. Kan vi studiare på? تقریبا رسیدیم. من همچه پیش این میابود اینا چیز Durmuyor. Hayır, Oh my god. اومدیم رسیدیم به سختی. اولین کاری که کردم به گلا آب دادم. وضعیتشون خوبه، زیاد ترسناک نیست. اینم از اینا. این که خیلی باحال رشد کرده. اینم که گلاش هنوز سر جاشه. Oh my god مرجان، Oh my god چطورین؟ خوبین؟ علی اینو واقعا چطوری آوردی تا اینجا؟ 9 کیلو واقعا سنگینه یونو. علی کلی چیز میز آورده تو این کیفه. سیب زمینی و پیاز. این چیه؟ این نمیدو دیشلخت بود؟ دندونیه. قرمه سبزیه. بابام داره زنگ میزنه، بذار جواب بدم. بچه‌ها اینا لقمه مرغ و سیب زمینی ان که مامان علی دستش درد نکنه فرستاده. اونا رو سرخ میکنیم بخوریم بریم کلاس. ساعت 3:25. با بابام حرف زدم، اوکی فعلا همه چی خدا رو شکر. این چیه علی؟ یمنه. این ظرف بیاد اینجا بفهمید که چیز خوبی توشه. چیز خوشمزه. اندونزی سلام. Oh my god انتظارشو نداشتم. آره واقعا اصلا انتظارشو منم نداشتم. اینجا دلمه داریم، دلمه کلم. Ama bu issin yememiştim. İssinle hoşuma gelmez idi. Yedim baba istise sen ayrı al. Dolma. Bu kalem dolması. Hayır. And we have what are these? Rolet. Rolete مرغ. Wow. A lot of foodies, yummies, yeah. اینا رو باید بذاریمشون یخچال. نون. I don't know what's the kind of noon. Simple. Pide şöyle این چیه؟ گوشت قرمز. ها؟ درسته؟
Oh my god. We have نمک دریاچه ارومیه. Oil. علی رفته سوپری. ماکارونی. And چرا خیسی اینجا؟ شت یه چیزی رفته علی اینجا. چرلر یا شورف چیم؟ نعمده بابا خامه. و چیزای شخصی. Özünü açasın ra. Çamad. خب حله. حالا اینا که باید برن یخچال رو بذاریمش رو فلان یخچال، بقیه‌اش رو بعدا اوکی میکنم. Behtar. Bunu qoyuram. Salatla qoyuram. Şamayın yarıqda rolet. Qalsın da frizerdə bəs. Et qalsın. Rolet. Şoba koy yaxçala bu olmak istedim. قرمه سبزی میذارم فریزر. خب خامه ها با این دندونی. Yandım ayaman. بچه ها خودم هم We have a bag. آجیل Pulladı da. 3 تا Pulladı. انار سابه. Kemeri bende bak sen olabilir. Doğar şuradan ya. Abelfes dارم soğanızı ninja. عدس برای فریزر. اینا هم نشون نداد که نه نشون میدن. نه یه هفته روزا کفته آورده. چفته کوفته تبریزی هم بچه اینا. کفته علی خیلی دوست داره، من هیت، ولی مامان اینجا هم واقعیت رو میگم این بار عالی شده بودن. دیروز مامانم درست کرده بود که خورده واقعا. من علی میدونید که من اصلا کوفته دوست ندارم، آفرین. ولی that was another thing. Thank you. مرغ داریم. مرغ یه بار فکر کنم به این از آب کوفته سوخته دادم. اولین باری که تو اون خونه قبلیه بودیم یه بار کوفته درست کرد. کوفته سوخت. خود کوفته نه، پیاز کوفته. آره پیاز داغش کلا سوخت و با همون و با این همه ادامه داد. اینا رو هم بذاریم فریزر و یه بسته هم چرخ کرده داریم. بعد میگم چرخ کرده فلیپ دو. آره اینا برن یخچال فریزر. نه غارت نکن. قرار نکن ستم. Hiç bilmirəm nə cür öç. Seda açır. خودم تنها. آتیش بی فردا دلم. گلچین بادومندیا پول داده. نکن. انتخابی نیست، در همه. با بابام حرف زدیم یکم حالم خوبه. Thank you God. واقعا جدی میگم حالم یکم خوبه، خدا رو شکر. نیه یا با این ببینید با این موهامو میکشه. بهت بادومندی نمیدم. برو گم شو. کمان علی ساعت 3:31. ای Ağlama bitiyor. We have potato, onion. سمیجه پیازو سایب زمینیه. الان نوبت میگه بیا خسارت زده رفته اونجا داره حال میکنه. Dinner is ready. بفرمایید. مرغ و سیب زمینیه.
بچه ها ما دیدیم فقط با کچاپ نمیشه، همون سس مخصوص خودمون رو درست کردیم. جفتم دیگه هم کارو نکن. تایم دور دقیقه بیرون 4:45. 3 7'de durardım. Gün elə gözəl eləmişdi ki. Elə gözəl eləmiş. 37,000 بردیان رو داره. بگم هم 1002 برداشته هم 1003 نمیشه. پس من مجبورم Vəsətdə aydanlıyıq. O daha. Lütfen yatsa ben. Yani oğlum. Guys, we are home. رولت مرغ داریم، همونطور که بهتون نشون دادم رولتا رو. میخوام واسه اینکه کنار رولت مرغ بخوریم برنج درست خیس کنم که آره دیگه. دقیق نمیدونم رولت مرغ چجوری درست میکنن یا چجوری میپزنش. علی میدونه و به من گفته فقط برنج رو خیس کنم که اومدم مأموریتم انجام بدم. جناب سروان معتاد اینستا. جناب سروان رفته ارومیه شده معتاد اینستا. بسته دیگه. گوشیم شارژش کمه، باید من بزنم شارژ. گایز اینا خیلی خوشحال و اکسایتد هستن که دوست جدیدشون رو ببینن و بهش سلام کنن. Let's say hi to your new friend. Let's unbox it. چی اکسایتد چیه؟ هیجان زده. Hello, hello. Hi, hello. Hi. همشون سلام میکنم بهش. و اینجا های نه اینا های Hey. Hi. Hi. اینم شبیه همونه ولش کن. زایه میشه من دوباره در دارم. اون سمی که پشتی هم دیگه صداشون نمیاد دیگه، اون تهن صداشون نمیاد. دوربینم شرکه. نه باخبی اینجاشو ترکی میگم، برین یه نفر ترک پیدا کنین که واسهتون ترجمه کنه. این ترجمه نداره. این شاید غلظت بفهمی. این غلظت ترکی ترجمه نداره. Bax yani biriyiz bulan biri nəzərliyəsi. Sabah görən biri sınıb, bir şey oldu. Yani bu videonu pəxş edəndən sonra biri sındı. Qatazım qaçışdım, ucuz yığın baş. O nəzərli gözləriniz, əgər nəzərli gözünüz var yığışdırın. Thank you. میدونم چرا کارت دارم رو تولید محتوای فارسی ولی bu burada pişir. Çok da pişir. Azad altını. O da orada dem alır. Bu neynir? تو چرا گوشی با برداشتی داری تو ویدیوی من ایندالج میشی؟ چی میگی؟ شاید کلمه اشتباهی بود. چی میگفت دو ژاکت به اون کلمه؟ Benim اینطور شد چون به چرت و پرت حساسیت دارم. بچه‌ها کولپد واسه زیر لپتاپ. نه بابا ما این مخترعات اختراعات علی خیلی چیزه دیگه؟
ما به ترکی به این میگیم که بود دیه دروب، یعنی خیلی چیه؟ فارسیش چیه؟ صاف واسطه صاف نه اسا توش اسا گورت دادی. What the fuck are you saying? اصطلاحات فارسی چه اینا؟ What are you saying? اگر باز بشه لپتاپ آره این شکلی. تو میگه ولی خب اصلا راحت نیست که بخوام اینطوری ادیت بزنم چون من همیشه دستم با کیبورد داره. آره میتونم اینطوری. یه دونه هم باید من از اینا درست از این رختاویزا داریم پلاستیکی نیستم ولی بیرونشون اینطوری پلاستیکی. اکثرا خوشرویی از اینا میندازم. بردم بینم ها. برای فیلم زوتوپیا گذاشتم داشتیم میگشتیم که ببینیم چی ببینیم. علی گفت که زوتوپیا، من زیاد تو حس ونوم نیستم. من گفتم نه همون ونوم میزنم ولی باز زوتوپیا رو زدم. قبلا دیدیم ما هر دومون ولی خب چیز خوب چند بار بده. نه نقشوی ناده واو اینا چرا شوکن؟ خیلی عالی بود که. شهر بزرگی وجود داره به اسم زوتوپیا. جایی که 80 ما چه عجیب، به جای اینکه تشویق کنن دارن متقاعدش میکنن که بیخیال شه. گابون میشینده تا به حال اینجاشو اینطوری خوب ندیده بودم با دقت. بران شهینه در بله بدتر شده. 12 ما هنوز بیداریم. نه خوش شد. ساعت 11:59 است. شما 12 نه 11:59 الان است. 12 میشه دیگه. خب 11:59 است داره 12 شد. 12 شد. ببین من مصیبت کلا زمین تکاگوی کلا اساسا دانش از راحت الاول نود دانش. شامو خوردیم. زوتوپیا رو تمام کرد. انگار مثلا اولین بارمون بود نگاه می‌کردیم. مثلا هیچی یادمون نبود. خلاصه که بعدش ظرفا رو شستم. امروز هم نهار هم شام و سرش با زلی اوکی کرده بود خورده بودیم. تانکیو دیگه. خلاصه آره ظرفا رو شستم. الان اومدیم اتاق داغونه. چمدونا پرت بودن. علی داره لباساشو میندازه رگال. و آره دیگه. و تشنمونه. آب نداره. آب داریم ما، یعنی شیر آب داره ولی ما از شیر نمیتونیم آب بخوریم. شیر آب داره. همیشه آب جوشیده میخوریم. یعنی شیر. جوشیده خنک شده چون طعمش فرق میکنه با آب شیر. میخوام برم بخوابم. آره برو بخواب. برو چمدوناتو کامل جمع کن. بازم میاد بخوابم. Thank you.